پسر هر کار دنیا عاقبت دارد پشیمانی، بغیر از خیر و احسان و نمازی که تو میخوانی. نصیحت گوش کن جانا، شنو پندی بزرگان را. به وقت صبح خیز از خواب که فرزندی مسلمانی. اگر ترس از خدا داری مکن هرگز دل آزاری، که آزار دل مردم نباشد رسم انسانی. مشو مغرور مال و زر گر عقل تو را هست بر سر، که روزی می رسد آخر به زیر خاک پنهانی. گذر کردی به قبرستان بخوان تو آیت قرآن، شود روزی به آرامگاه تو را آرند مهمانی. بیارندت محشرگاه خدا قاضی شود آنجا، به جنت می روی یا نار جوابش را نمی دانی. به جنت می روی یا نار جوابش را نمی دانی.